سلام و عرض درود خدمت دوستان عزیز. الکس هستم از کانال اسکورپیون ایکس. امیدوارم که حالتون خوب باشه. من یه مدتی فعالیت نداشتم توی یوتیوب، تقریبا 2 هفته میشه. حالا به خاطر شرایطی که پیش اومده بود تصمیم گرفتم که یه مدت از فعالیت دور باشم و امروز اومدم با آموزشی از DXY که شما میتونین از این آموزشی که الان بهتون ارائه میدم روزانه در معاملاتتون استفاده کنین. خیلی آموزش مهمی هستش. شما میتونین فقط با تحلیل کردن شاخص دلار به مجموعی از اطلاعات روزانه در مورد جفت ارزها، فلزات و نفت و سایر کالاها پی ببرین و فقط با تعیین روند همین شاخص دلار آمریکا میتونین روزانه خیلی خوشگل هر جفت ارزی رو که خواستین ترید بکنین. البته جلوتر یه سری قوانینی هستش که میرم که حالا به صورت تعریفی و شماتیک بهتون یاد بدم و آخر ویدیو هم میریم سراغ یک سری مثال هایی از DXY و تأثیرش روی روند مارکت. خب DXY چیست؟ DXY یا همون شاخص دلار آمریکا US Dollar Index معیاری برای سنجش ارزش دلار آمریکا در برابر سبدی از ارزهای خارجی است. این شاخص به ما نشون میده که دلار قوی تر شده یا ضعیف تر. خب دلار یا قوی میشه یا ضعیف. من اینجا 2 تا سناریوی ضعیف شدن یا قوی تر شدن دلار آمریکا رو واسهتون می نویسم. وقتی دلار آمریکا قوی میشه، یعنی وقتی که شما میری داخل چارت DXY و میبینی که روندی که شاخص دلار گرفته سعودی هستش، اول از همه باید بفهمی که دلار قوی تر شده. خب دوم از همه معمولا، خب دارم روند سعودیشو میدم، معمولا دلاری که شاخص دلاری که داره قوی تر میشه معمولا باعث ریزش قیمت طلا، نفت و سایر کالاها میشه. و این نشونه چیه؟ نشونه ای از اعتماد بازارهای مالی، اعتماد بازار به اقتصاد آمریکا و سیاست‌های پولی فدرال رزرو. و در مقابل وقتی که میاد و ارزشش کمتر میشه، یعنی روندش نزولیه، یعنی به ما میگه که دلار آقا داره ضعیفتر میشه. خب و دلاری که ضعیف میشه، خب یعنی معمولا باعث یه تشکیل یه روند صعودی توی قیمت طلا و نفت و سایر کالاها میشه. ولی نشون میده که بازارهای مالی جهانی نسبت به سیاست‌های انبساطی مثلا مارکت اقتصاد آمریکا یکم بی‌اعتمادتر شدن که مثلا یه همچین اتفاقی داره میفته توی مارکت. خب و برخی از جفت ارزها هستن خب که صورت و مخرجشون خب میاد USD گذاشته، یعنی مثل یورو USD، مثل USD JPY. ما اومدیم اینجا توی این آموزش میخوام بهتون بگم که روند DXY شما با یک تحلیل ساده از روند DXY میتونین که خیلی 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 زیبا، خیلی خیلی زیبا یه مجموعی از اطلاعات رو توی ذهنتون بسپارید. خب وقتی که دلار آمریکا قوی تر میشه، خب جفت ارزهایی که اول اونها USD هستش، مثل USD JPY، مثل USD CAD، مثل USD CHF، جفت ارزهایی که اول صورت اونها USD هستش سعودی میشه. خب و وقتی که من اینجا می نویسم، اینجا علامتش رو میکشم، و وقتی که دلار آمریکا داره یک روند صعودی رو طی میکنه، جفت ارزهایی که آخر اونها USD هستش، یعنی مخرجشون USD هستش، مثل یورو USD، مثل GBP USD، مثل AUD USD، اینا روند نزولی رو طی میکنن. خیلی ساده هستش. شما با هر
با هر سیستمی که داشته باشین، با هر سبکی که شما داشته باشین، میتونین راحت این رو توی معاملاتتون پیاده کنین. و در مقابل یه لحظه صبر کنیم. و در مقابل من اینو کلون میکنم. وقتی که ارزش دلار آمریکا داره ضعیف‌تر میشه، خب در مقابل اون ارزهایی که صورتشون USD هستش، اینم ارزشش در همینطوری که دلار آمریکا داره میریزه، ارزش اینا هم کمتر میشه. و اون جفت ارزهایی که مخرجشون USD هستش، ارزششون بیشتر و بیشتر میشه. یعنی ما چی میگیم؟ دلار آمریکایی که اول هستی میگه من دارم در مقابل ین ژاپن قوی تر میشم. خب میگه من دارم در مقابل ین ژاپن قوی تر میشم، من دارم در مقابل دلار کانادا قوی تر میشم. خب و اینجا دلار آمریکا که داره میریزه، یورو به دلار میگه که من دارم در مقابل دلار قوی تر میشم، پوند به دلار میگه که من دارم در مقابلت قوی تر میشم. یعنی صورت داره در مقابل مخرج قوی تر میشه. خیلی ساده. شما میتونین از این استراتژی استفاده کنین با هر سبکی که هستین، چه سبک اسمارت مانی، چه سبک نمیدونم پرایس اکشن، RTM، مثلا هر چیزی. توی هر سبکی که هستین شما میتونین از این روند استفاده کنین، از این روندی که DXY به ما میده استفاده کنین و یک مجموعی از اطلاعات توی ذهنتون رو گسترش بدین. یعنی وقتی شما میرین توی DXY میبینین که آقا آره من DXY رو سعودی میبینم، خب توی ذهنت میگی خب اونایی که اون جفت ارزایی که صورتشون USD هستن، USD داره قوی تر میشه. اونایی هم که جفت ارزشون صورتشون USD هستن هم اونا هم قوی تر میشن. ولی اینطوری نیست که بری ببینی که DXY مثلا اومده یه همچین روندی ساخته، مثلا DXY اومده یه همچین روندی رو ساخته، خب DXY داره اینجا چیز میشه دیگه، روندش سعودیه. خب نباید بیای همون جایی که مثلا اینجا مثلا USDJPY هستش در جا بیای مثلا چیز بخری، USDJPY رو بخری. نه، منتظر میمونی که USDJPY برسه به یه سطحی مثلا این بالانس، به یه سطح مثلا اوردر بلاک، بیریکر بلاک، IFVG، هرچی. منتظر تویی که اومدی DXY رو تحلیل کردی و میدونی که داره به سمت بالا میره، پس میدونی که USDJPY هم قراره که به سمت بالا بره. ولی خب باید بری POI ها رو مشخص بکنی و از اون مناطق ترید بکنی، از اون مناطق با کانفرمیشن ترید بکنی. کاربرد شاخص دلار برای تریدرها گفتم تحلیل روند بازارهای جهانیه. خب و یه چیزی هم بهتون عارض باشم، از شاخص دلار به هیچ وجه توی بازارهای کریپتو استفاده نکنیم. بازار کریپتو خودش دامیننس تتر داره. وقتی خودش دامیننس تتر داره دیگه نیاز نیست که شما بیای مثلا از شاخص دلار استفاده. شاخص دلار فقط واسه جفت ارزهای فارکس، فلزات و ایندیسس ها و نمیدونم نفت و ایناست. اصلا واسه کریپتو استفاده نکنین DXY رو. میخوای کریپتو ترید کنی برو توی دامیننس تتر هم که همه مثلا جفت ارزهای کریپتو دیگه آخرشون USD هستن. یعنی قوی تر شدن دامیننس تتر باعث ریزش کریپتو میشه. و حالا دامیننس بیت کوین هم اونجا هستش که حالا ترکیب اونا میتونه یه استراتژی مختلفی داشته باشه. تشخیص قدرت یا ضعف دلار در مقابل سایر ارزها یه کاربرد دیگه هم هست. و استفاده در تحلیل های ماکرو برای تصمیم گیری به سرمایه گذاری. شما از این DXY میتونین توی تحلیل های ماکروتون برای تصمیم گیری به سرمایه گذاری طولانی مدت هم استفاده بکنید. خب میریم حالا یک نمونه واسهتون توضیح بدم توی حالت ریپلی و بعدش ویدیو رو تمام کنم.
خب دوستان، سمت چپ ما شاخص دلار آمریکا رو داریم، دلار ایندکس، و سمت راست ما USD/JPY رو داریم، ین ژاپن، دلار آمریکا در مقابل ین ژاپن. شما حتی میتونین از شاخص دلار آمریکا، ویدیوی قبلی رو دیدین دیگه، در مورد SMT دایورجنس بود، شما میتونین از شاخص دلار آمریکا فقط در ارزهایی که ابتدای آنها USD هستش، صورت آنها USD هستش، واسه دایورجنس هم استفاده کنیم. خب ما میبینیم که توی دلار آمریکا اومده یه حرکتی رو از اینجا استارت زده. ببینیم من موس رو هر جایی میبرم توی سمت راستم موس میره همونجا. از همین جایی که استارت زده توی دلار، توی USD/JPY هم همین حرکت رو زده. خب ولی اینجایی که یه های تشکیل داده، خب این های ما اومده توسط شاخص دلار آمریکا شکسته، ولی توی USD/JPY نشکسته. شما میتونین از همین آموزش دایورجنس توی DXY و توی ارزهایی که ابتدای آنها USD هستش هم استفاده کنین. میبینیم که در کل حالا DXY رو کامل بهتون یاد دادم. این حالا میخواستم یه توضیح بدم فقط در موردش. فقط خواستم بدونین که شاخص دلار آمریکا وقتی صعودیه، این ارزی که ابتداش USD هستش هم صعودی کرده. خب و ارزی که انتهاش USD هستش هم در مقابل نزولی کرده. میبینین؟ نزولی کرده. یعنی مثلا یه شاید SMT دایورجنس منفی مثلا اینجا هستش، یعنی اینجا اومده سطح های رو شکسته، اینجا هم لو رو شکسته. یه تاییدیه هستش واسه ادامه ریزش یورو. بعد شما میتونین، خلاصه یه آموزش کوتاهی هستش این ویدیو، شما میتونین از این شاخص دلار آمریکا خیلی توی معاملاتتون استفاده کنین. خیلی 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 مهمه. گفتم همینطور که شما فقط با تحلیل کردن یه شاخص دلار توی ذهنتون کلی مجموعی از اطلاعات در مورد همین جفت ارزا و حالا طلا و نفت و فلان چیزا خیلی توی ذهنتون ایجاد میشه و میتونین که حالا از این شاخص واسه پاس پراپ نمیدونم سود کردن و حالا ادامه روند یه مثلا جفت ارزی استفاده کنیم. خب خیلی تشکر میکنم از توجهتون. من خیلی بازم معذرت میخوام، دفتر من پر از سناریوهایی که واسهتون نوشتم، سناریوهای معاملاتی، نمیدونم پترن هایی که مثلا قراره بهتون آموزش بدم، ولی خب یه چند وقتی دوستان توی کانال تلگرام در جریان هستن. یه سردرد خیلی عجیب غریبی گریبان گیرم شده و به زودی خیلی زود مطمئن باشین که آموزش ها رو شروع میکنم و با هم دیگه قراره که یه مسیر طولانی رو طی کنیم. خب دوستان همتون هستم، امیدوارم که موفق و پرسود باشید. ارادتمند شما، خدا نگهدار.